استیج تهیه ویدیوی آنباکسینگ همون خب عدد سراغ 16 ماه باشه بریم 3 عالی لایک میریم واسه چسبش اوکی برو داشت این برام کن آها باز به چرخون ولی بنداز پرت کن زمین شکست اوکی من حالا 2-3 دور هی بچرخونش بچرخون برعکس بلندش نکن اصلا آها اینجوری نه چسبشو بکن آماده اید؟ یه ذره بیار سمت من بکن پایین نه پایین به سمت من یه ذره بکی سمت خودت یه ذره سمت من به سمت من این و این و من بیام تکونش چسبشو بکن باز کنم آماده اید؟ دست بزنید دیگه پایین باز کنم رها کن یه لحظه دستاتم رها کن حالا بذار رها کن برو یه سایه از سمت این بریم بابا بندشو با باز کنی توش موزه خب باز کن شارژرشو باز کن در بیار این خیلی مهم داره با پایین با دستم بکنم همون داخل اون بگیرم با کن ببینیم چیه دونه اصل کاری های دیگه باتی پایین تر من نشون میده بکی سمت خودت ببر بالاتر بکی سمت ریگلای چیز RGB این بر بالاتر این تو اینجاها باید نمایش بدی نه اون برتر نمیبر باتریه خوشگل ریموت اول نگیش بس چه اینجاست صداشو در بیارم بعد میبینی همین یه تیکه رو پیدا نمی کردیم اینجا که بهت گفتم نشون بدی دفترچه که همه ایرانی ها اصلا معتقد نیستن میندازن میره ریموت به نظرم میتونی میزه تو خلوت کنی اینا همه رو دیدی اینجوری میدن این وقت میدن این وقت بگرد پایین‌تر کارتون تو عقب‌تر که بتونی فضا داشته خوبه حالا ببر نزدیک نیست چی توشه چسبشو آروم بکن بکشم بیرون داری اینو داری تو به دست چقدر دستگاه داره کجا اسپیکرش رو باید صحبت بکن خدا کنه بابات دست نکنه به تلویزیون آماده ای اصل داستان اینجاست خودش که تو فرودگاه پیامه اوکی خرا نشی روشن کنی بس برو باید این تو بکمون باشه آقا جی رکورد رو نداره آماده ای اصل کاری رو میخوام در آرم چقدر کوچولوه از پاپازیه دیگه از پاپازی 50 میلیون بارمی داشت ببین من دارم کنترلت میکنم باز کنم مثلا خانکاری در واقع اسم باشه
آماده ای اینجاشو میخوام بکشم بیرون داشته بکشی این یواش ولی بکشم. تو خود یواش بکشی نزدیک فرود وایسا وایسا برو. آها اونو بده تکه تو خراب کرده میشم باشه. خب پس اینو میذاریم کنار. یه کارت میخوره میشه این من باشه. یه دقیقه بک پیدا به دست تو باردار. ببخشید یه ذره بکش جلو کارتون تو مهداد 6 دقیقه شد قطع بکش کنم. سمت خودت کارتونو درشو ببند بهشون آبریزش بینی چی میگه این وسط؟ با حساسیت خاصیه هیچی مریض نمیشه این که چیزی میخونه و داشون مریض نشه. بسه تمام شد حالا میتونی اینا رو آخه بعد الان باز شد. وایس پس بگی سمت اروپیه نزدیکتر بیا نزدیکتر من اینجا رو میخوام نشون بدم. پس دوربینی این شکلی گرفته. آماده ای؟ اینو میخوام بگیرم داریش. نشستیم به خودمون دیگه. خب اینم من رو باکس کنیم. در پوش لنز دیگه. آماده ای؟ رکورد زده بودیم. اینجا چون میخوام یه عکس خوشگل هم ازش بگیرم. دست تو بردار بیا تو اینم پشتش رو شد. این کار خیلی مهمه. دست رو بردار این بیشوشتی هم بذار. اما این قالپاق هم بذار. تو همین عکسش. قالپاق اون انتحار میشه دست کن انتحار رو الان میخوام بزنم دکمهش اون چراغاش روشن شه این روشن شه این حرف میزنه باهات. چی میگه؟ اما میگه مثلا تیک آف پا میشه. اما همیشگی رو میگه دیگه چی میخواد بگه ما میگیم بهش ای آیا هم همون رو میگه مستندی تهیه کردن. هی هم دستم میره اون بر اصلا نمیم چی گرفتم. ببینم سلام. هی کارتونشو میخوام سمت بالا یه نزدیک اینم میره تو پکا. جوریش خیلی بهتره خیلی علاقه مثلا این محافظ لنزه خیلی تخمیه مثلا مثلا نباید تو تو عکس روش. باشه آخه اصلا نباید تو عکس باشه این یه درپوشه ادیتور اینجا رو حذف کنه. مرسی بای. خب نور تو میتونی یه حال دیگه بهش بدی یه ذره کمش خیلی سایه داره اگه سایه داری باید این کارو کنم. آی بنازم کاش از اول همین کارو میکنم یه لحظه همونجا نگردم یه لحظه همونجا نگردم مهداد عکسش میشه این زیر. عکسش اومد این عکسی که گرفته میشه رو بذاری. من کارم تمام تموم. آره خب داداش ببخش آخه الان خب فیلم میگیرن خب اینو جا زدیم آره. این چی میخوره؟ تایپ سی خورده. گازوئیل میخوره. 5 ولت نام شارژر شیائومی. قطعش کن. بذار قطعش کنم. مشتم و قطعش. بچه ها بیاید پیج منو فالو کنید. همه بک استیجاشون رو من میگیرم. اینا علکی میگن خودمون میگیریم. بزنید
حدیث آندرلاین امانی. اینو نگیریم؟ این روشن میشه این روشن میشه. یا از نظر لاجبش بخون که لاجبش همونجا میشه دستت نگه کشیده داره باسی. ایوه من تبلیغ پیج خودم هم کردم. مرسی. تکون نخوری نشده کنم تنظیمت کنم ببحثه نمیتونم تکون بدم همونجا بسید براشون تکون نخوری یه ذره خودتر بگی بازم داشته باش که یه میچسبه. ذره همونجا سر تو کار باشه گیری آدم بودم یه لحظه یه دفعه من بگم عکاس نیستم. چه خودم بود. نه خیلی هستم حددش در برم نه اینشو بگیر. وایسا زنگ بزن به علی بگو چجوری روشن میشه. ویدیو داریم؟ آره دیگه این اینجا روشن میشه. بله دست نزده بکنم پره دیگه من اوکی رفت 1 2 3 روشنم برو دیگه فردا شارژ نداره. چرا باتری رو زدم؟ گفت داداش باتری اول نصف کامل بده خالی شد مهراد امکان نداره به چیزی رو که نظرم میخری یه نصف شارژ داره واسه به تست. نظر من بذار تا اینجای کار بمونه ویدیو بعدی که بهش اضافه میشه جاییه که واسه اولین بار میخوای هواش کنی و واقعا وایس داشته باشی خیلی واقعی روش صحبت کنی که آجی من اولین بارم بلد نیستم که استرس دارم اونم میشه. من میگم ادامه کار بشه بذار جایی اصلا که روشن میشه بخوایم بریم اونو بگیریم. اون مگه به اون وقت نیست پس اول باید گیرندش روشن شه تا اونم روشن شه نه دوتاش جدا روشن میشه دیگه. هلو مهرداد. Hello motherfucker به نظرتون استعمالی آماده شد؟ جلو میدیاری جلو میده قشنگ. یه نیم ساعت یه ساعتی تمام کنید هوا اوکی میشه. برچسب دیجی های هم داریم آخ چون چند تا ماتو بهاره زرنگ میشه چرخ داره خدا وکیلی برید پارچه بخرید برای خودتون 3-4 تا آره نظرمه بیا با هم بریم پارچه بخریم. بهاره بخرید پارچه بخریم واسه سر کارتون عشق کنید شما پارچه‌شو بخرید. چقدر مگه بیاید بریم. آقا پارچهش میخواد بشه 1 تومن دیگه بیاید بریم پارچه‌شو بخریم ببین بریم با 1 خرید. تومن 2 تومن تو میتونید در خیلی خرسندیم که تونستیم این دستگاه رو تغییر کنیم ممنونم از دیجی پی که اقساطی برای ما تونست این دستگاه رو بگیره و ایشالله بعد از این که قسطاتون رو دادید کارتون رو در می‌ریم. خیلی خوبه که هر لحظه داریم میتونید دستگاه از دستگاه میکشیم بیرون رسیم جدید بچه ها بریم. هر ثانیهش برای ما جدیده و تنها چیزی که من از این دستگاه شنی خیلی کاملی دارم مسئله کنم تایپ سی به تایپ سیه که خیلی سال باش کار کردم کابل خوبیه یه ذره کوتاه‌تر از کابل قبلیمه شاید خیلی باید نزدیک پریز بشیم و این پیشگوشی آلن خودمونه هیچ گوشتی با این آلن میتونی دستگاه رو مثلا سریع بازش کن یارو میخواد جرشو ببره. خب و خیلی از همه قشنگتر مارک خود دیجیایی که باید از من روی ماشینمون دست باشه بدونم با این کار. خب کاراییش چیه این دستگاه حالا؟ کاراییش اینه که فعلا ما یوتیوب رو ببینیم یا ببینیم روشنش. این دختره عقل منو دیدی محمد؟ از صبح اینو چسبوندم به خودم. و فقط جذابیتی که این دستگاه واسه ما داره برچسب باشه چقدر برچسب خیلی داره. لذت بردیم این برچسباش این دفترچشه
نمیدونم بهتره بذاریم یوتیوب کامل. خب برگرد زنگ زنگ رو چند رام باز شده زنگ مجموعه روشن نشد من میکروفونم رو جمع میکنم. به مشکل خوردیم. میاد برید بخواید کیف میکروفون زحمت